سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مرده بودم، زنده شدم، نشر ویدیو یک متهم اساسی در قتل اسمت اللهیف. پدر و مادر صلح و خواهر یک فعال تاجیک را به افباشی گروهی عیبدار میکنند. بازداشت مادری که دخترچه یک ساله‌اش را با خمچه بهرمانه لطوکوب کرد. نشر ویدیوی مصادره 270 کیلو هیروئین از یک نرکبران از تاجیکستان. وزارت کارهای داخله بیک محمد شهروند تاجیکستان نیست، نامش اصلی شست و خودش از افغانستان است. و اکنون تفصیلات خبرها. داستان کل تاجیکستان روز 6 سپتامبر سال 2023 ویدیوی اکبر احمدوف، یک متهم اساسی در قتل بانکدار تاجیک شورت اسمت اللهیف را نشر کرد. قبلا خبرهای نشر شد که اکبر احمدوف در بازداشتگاه جان داده است و او را در یک آرامگاه در خوجند به خاک سپاریدند. این خبر از یک صحبت دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد ازبه با یک رهبر مخالفین برخواسته بود، ولی رادیوی آزادی این خبر را با تکیه به گویا 3 منبع نشر کرد. داستان کل تاجیکستان خبر نشر کرده این رادیو در خصوص فوت یکی از اعضای گروه متشکل جنایتی مربوط به بودن و کشتار معاون اول رهبر اوریون بانک اسمت اللهیف، احمدوف اکبر در بازداشتگاه شهر دوشنبه و بازداشت مادر او را کاملا نادرست و خبری بر دروغ نامیده گفت. احمدوف با پرونده جنایتی مذکور دستگیر گردیده، نسبتش شورای پیشگیری در نمود ببز گرفتن، تطبیق و نام برده در سزا قرار دارد. اما نمایندگان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان طلبات‌های قانونگذاری را دغلانه ویران کرده، برخلاف طلبات ماده 14 و 29 قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخبار عامه مواد بر دروغ نشر نمودند. 5 سپتامبر سال 2023 به نمایندگی رادیوی اروپای آزاد یا رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان جهت برطرف نمودن ویرانکنی قانون مذکور امر خطی داده شد. امر خطی که با امضای داستانی کل تاجیکستان به دفتر رادیو فرستادند، به معنی است که در قدم بعدی می توانند دفتر آزادی را در تاجیکستان ببندند. رادیوی آزادی روز 6 سپتامبر رسما از مادر ابوبکر احمدوف و اهل خاندان او برای نشر خبر اشتباهی معذرت خواست. دلشاد سید مرادوف در آن صحبتش گفته بود که در اول ماه آگوست مقامات تاجیکستان مادر اکبر احمدوف را بازداشت کردند و او مجبور شده است که به تاجیکستان برگشته خود را به مقامات بسپارد. اما در 2 ویدیویی که داستان کل تاجیکستان روز 6 سپتامبر نشر کرد، اکبر احمدوف و هم مادرش این را رد کردند. اکبر احمدوف گفت که خودش اختیاراً برگشته به مقامات تسلیم شده است و کسی او را شکنجه نداده است. احمدوف افزود که در بازداشت امکان ملاقات با نزدیکانش را دارد و الکی 4 بار با پدر و مادرش واخورده است. جسد معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت اللهیف را که شام 23 میلیون سال 2023 از نزد خانه‌اش در مرکز دوشنبه ربوده شد، بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از موضع سرزم پنجکین پیدا کردند. داستان کل تاجیکستان دلشاد سید مرادوف را رهبر آدم ربایان می شمارد و قبلا خبر داده بود که او و اکبر احمدوف به روسیه فرار کردند. بنا به اطلاع دریافتی، سید مرادوف در سرزمین‌های از سوی روسیه اشغال شده اوکراین پنهان شده است. روز 3 آگوست مقامات مادر او ساجده سید مرادوف را نیز دستگیر کردند. فراد خدایاروف، فعال سیاسی از نوعه رشت که حالا در اروپا به سر میبرد، خبر داد که کارمندان مقامات حفظ حقوق رشت روز 6 سپتامبر سال 2023 پدر و مادر و خواهر او را با اتهام افباشی گروهی دستگیر کردند. پدری و عبدالله خدایاروف 78 سال و مادرش موجوده غریب و 68 سال دارند و سال تولد خواهرش مدینه خدایاروف 1992 می باشد. فراد خدایاروف روز 7 سپتامبر در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت پدر و مادر صلح‌خورده او را به آن گناهکار کردند که گویا پسر عبدالله عظیموف را که با جرم کشتن نبیره آنها علیرضا خدایاروف به 18 سال زندان محکوم شده است زده باشد. فراد خدایاروف میگوید مادرم از سوزش دلش گاهی نسبت به اولاد آنهایی که نبیرش علیرضا را کشتند
گپ‌های سخت میزند، ولی پدرم یک انسان چنان بی‌حضور است که حتی در این همه گیر و دوره که اویله ما چند سال آخر پس سر کرد یگان بار نامش صدا نداده است. اصل ماجرا چنین است که شب 4 به 5 سپتامبر رئیس دیه امروی امام مسجد دیه یشم و سودابه اسکندر امسر عبدالله عظیموف و با چند از اویله آنها به خانه ما آمده به سر پدر و مادرم و خواهرم که نیز آنجا زندگی میکند شوریدند که گویا لوله آب عظیموف را محکم کرده باشیم. حالی آنکه لوله آب آنها از خانه ما یگان 200 متر دورتر است و پدر و مادر من نمیتوانستند آن را ببندند. در این زمینه بین دو طرف خرخشه شده است و در رفت این ماجرا تلفن خواهر مرا زده شکستند، خودش را لطوکوب کردند. در خانه خودمان به بالای این آن طرف رفته سند طبی گرفتند که گویا پدر و مادر و خواهر من یک پسر سودابه اسکندر را که 16 یا 17 سال دارد زده به آسیب جسمانی رسانیده باشند. نظر طرف دیگر و مقامات حفظ حقوق رشت به این قضیه هنوز دسترس نشده است، ولی فراد خدایارف این خرخشه شبانه را فرمایشی می شمارد و برای این است که از این مفارا آن شب همراه کلانهای دیگر مخصوص به خانه آنها فرستادند تا به ضد آنها باز یک پرونده دیگر بکشایند. فراد خدایارف که در گذشته رئیس سازمان حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان در وادی رشت بود و برادر بلاگرش جنیدالله خدایارف با افشا کردن موردهای کروپسیا و قانون شکنی در نویه رشت نام برآورده فراد خدایارف را یک دفعه برای 15 روز و برادرش جنیدالله را با جرم ظاهراً بافته سلفی گرایی به 2 سال زندان محکوم کرده بودند. جنیدالله خدایارف روز 22 میلیون سال 2023 در شهر بیروزوی حوزه مختار خان تیمانسی در شمال روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان دوباره دستگیر شد و در انتظار بررسی پرونده استردادش در بازداشتگاه قرار دارد. خصومت بین اولاد خدایارف و اولاد عظیموف و حسینوف در دهه یشم تاریخ چندین ساله دارد. روز 2 ایول سال 2021 خصومت بین این دو اولاد در دهه یشم به کشتار انجامید. چند نفر از اولاد حسینوف و عظیموف در جریان مناقشه نوبتی علیرضا خدایارف برادرزاده جنیدالله خدایارف را در کوچه تنها دیده به صورت گروهی لطوکوب کردند و کردش زدند. متاسفانه علیرضا از رفتن خون زیاد جان داد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ینور سال 2022 ساکن دیه یشم نویه رشت حسینوف ظفرجان و عظیموف عبدالله را با جرم کشتن عمدیه‌شان علیرضا خدایارف متناسباً به 19 و 17 سال زندان محکوم کرد. خدایارف طلب داشتند که در کشتن علیرضا 5 نفر از آن اولاد اشتراک داشتند و باید همش به زندان کشیده شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر سال 2023 از بازداشت باز یک مادر جوان با اتهام با خمچه بیرحمانه لطوکوب کردن فرزندش خبر داد. در روزهای آخر این علاقه دومین مورد بازداشت زنان با اتهام لطوکوب بیرحمانه کودکان در تاجیکستان است. ویدیوی دخترچه خردسال را با خمچه بیرحمانه لطوکوب کردن یک زن روز 3 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیس نویه شهر توز یک قطار چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده. زن در نوار انعکاس یافته معاین و دستگیر و به مقامات میلیس دستگیر کرده شد. معاین گردیده است که این نفر شهروند نور و خواهروی مخالخوفنا سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت به نام طلبک صدرالدین نویه شهر توز می باشد که دختر نابالغش نوردین زاده زکیه بانو سال تولدش 2022 را لطوکوب نموده است. خود خواهروی نور و برای شرح این قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخله گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد بررسی قرار دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. نشریه روسی لنتارو روز 6 سپتامبر سال 2023 ویدیوی از جانب مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه ارائه شده را نشر کرد که در آن جریان مصادره 270 کیلو هیروئین از یک نرکبران از تاجیکستان با نام غلام جان را نشر کرد. قبلا روز 1 سپتامبر خبر رسیده بود که پلیس در ولایت مسکو روسیه از یک قاچاقبر 270 کیلو مواد مخدر به احتمال غالب هیروئین را
مصادره کرده است. ایرین اواک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود که کارمندان پلیس در منطقه نرفامینسک ولایت مسکو از یک شهروند خارجی تقریبا 270 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کردند. باور می رود که 270 کیلو مواد مخدر مصادره شده هیروئین بوده. نرخ آن در بازار سیاه نه کمتر از 12 میلیارد روبل یا حدود 3 میلیون دلار است. چنین مقدار بزرگ هیروئین در روسیه در سالهای اخیر بار اول مصادره می شود. وزارت کارهای داخلی روسیه اسم نرکبران دستگیر شده و از کدام کشور بودن او را نشر نکرده است، ولی تلگرام کانال مشک که به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک است با تکیه به منابع خود خبر داد که این مقدار بزرگ هیروئین را در ولایت مسکو از یک شهروند تاجیکستان با نام غلامجان پیدا کردند. بنا به اطلاع این کانال، غلامجان در حدود جمعیت بغداری شلکویک در دهه لوبانوف نویه ایسترا به سر می برد. کارمندان پلیس اول از کرسی قفای ماشین غلامجان 1 کیلو بار یافته تصمیم گرفتند که مکان زیستش را هم کوفت و کوب کنند و در این خانه یک خزینه بزرگ را پیدا کردند. 214 کیلو هیروئین در بسته و تقسیم کرده شده، باقی موندهش در 6 خلطه که هر کدامش 8 کیلو و 300 گرم نگاه داشته می شد. در عموم غلامجان 270 کیلو مواد مخدر را پنهان کرده بود و توسط ماشین تمغه فولکسواگن پولو می فروخت. به ضد او پرونده جنایتی گشودند و اکنون غلامجان را به جای زندگی شاهانه کنج زندان منتظر است. نوشته از کانال مشک. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. اخیراً یک شبکه اینترنتی افغانستان با نام بدخشان میدیا قصه مردی را با نام بیک محمد نقل کرد که ادعا داشت که شهروند تاجیکستان بوده، سالهای زیاد در تاجیکستان کار و زندگی کرده است، ولی مقامات تاجیک اخیراً او را از کشور بیرون انداخته اجازت ورود دیگر باره نمیدهند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر سال 2023 این ادعا را رد کرده و گفت قهرمان ویدیو در اصل شاه میرزاگل جاندارشاه سال تولدش 1973 پدر 2 فرزند و شهروند افغانستان بوده. تقریبا سالهای 1995-1996 از افغانستان همچون گریزه غیر رسمی به تاجیکستان اومده است. وزارت کارهای داخلی می نویسد نام برده از همان وقت شناسنامه شهروند دولت و بیک محمد خورسندویش را دسترس نموده برای ساختکاری صاحب شناسنامه گردیده است. هنگام سنجش و بررسی خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینای شهر دوشنبه به جنایت ساختکاری حجت‌ها دست زدن نامبرده را معین و آشکار نموده مواد جمع‌آوری شده نسبت علیشاه میرزاگل جاندارشاه همچون با نام و نسب تقلبی دولتوف بیک محمد خورسندویچ به پروکراتور نویه سینا ارسال گردیده با ماده 340 ساختکاری قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 24 ایون سال 2019 با حکم دادگاه نویه سینا نسبتش جزا در نمود محروم ساختن اساس‌زاده به مهلت 2 سال کلانی اصلاحی نظامش عمومی تعیین گردیده است. بعد ادای جزا تخمینا آخر سالهای 2020 اصلشاه میرزاگل جاندارشاه به افغانستان برگشت. با نام و نسب دیگر یعنی تاجیکی بیک محمد سال تولدش 24 اپریل سال 1972 شناسنامه جمهوری اسلامی افغانستان را صاحب گشته 9 یولی سال 2021 به جمهوری تاجیکستان وارد گشته است. مهلت روادید او 4 فوریه سال 2022 به اتمام میرسد و 1 یولی سال 2022 از طرف کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی نسبت نامبرده بر اساس ماده 499 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبتش جزا در نمود آگاهی تعیین کرده شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بیک محمد با وجود آگاهی حدود تاجیکستان را ترک نکرده تکراراً طلبات قاعده های اقامت را دغلانه ویران میکند و این دفعه با قرار باز همان دادگاه نویه سینای دوشنبه از 18 آگوست سال 2022 بر اساس ماده 499 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده نسبت به او جزا در نمود جریمه به اندازه 15 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 960 سامانی و بیرون کردن از حدود جمهوری تاجیکستان
تعیین کرده شده است. وزارت کارهای داخله همچنین تاکید کرده است که شهروند افغانستان اصلشاه میرزاگل جاندارشاه رسما برای گرفتن اجازه زیست دائمی و قبول نمودن به شهروندی جمهوری تاجیکستان به واحدهای خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی مراجعت نکرده است. چون این به نظر می رسد که در وقتش کدام منصبدار فساد زده در تاجیکستان به احتمال غالب در عوض پول برای این بیچاره شناسنامه درست کرده اطمینان خاطرش داده است که او دیگر شهروند تاجیکستان است، ولی هنگام تفتیش اسناد گریزه های افغان این کار آشکار شده است. پرونده جنایتی با ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه آغاز شده است که او شب یکم به دوم ایول سال 2023 تقریبا ساعت 00:30 در نزد کارخانه آبجو واقع در کوچه شیرینشاه شوتیمور با مرد 35 ساله ساکن پایتخت اساسیات اوباشی مناقشه نموده او را مورد لطوکوب قرار داده، سپس با کارد یک چند مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته است و در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله دو در نویه فردوسی با عریضه مرد 43 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که دوام ینور سال 2023 در کوچه ساحلی شهر دوشنبه مرد 31 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از مغازه فروش تجهیزات تکنیکیش کامراهای مشاهده‌ای و مانیتورهای کامپیوتری را به مبلغ 178400 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغشان را تا حال برنگردانیده است. این چنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 44 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است که او سال 2018 در حدود شهر استرافشان با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او برای کفتن چای عمودی مبلغ 250,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.